سلام. بخش دوم مدیتیشن هارا رو ادامه میدیم با من حمید قهرمانی. و اما ببینیم نحوه انجام این مدیتیشن به چه شکل خواهد بود. جای به خصوصی برای تمرین خودتون که انتخاب میکنید رو در نظر بگیرید و برید توی اون جای به خصوص، اتاق به خصوص، فضای به خصوص بنشینید. این مدیتیشن رو میتونید تو فضای باز انجام بدید. فرقی نمیکنه چه داخل خونه باشه فضای بسته، چه خارج از خونه فضای باز باشه، میتونید این مدیتیشن رو انجام بدید. منتها در هر دو مکان باید در آرامش باشید و سر و صدای زیادی وجود نداشته باشه. شما بیاید مثلا بشینید تو داخل حیاط خونتون، بعد صدای ماشین و موتور و مردم و اینا رو بشنوید و مدیتیشن کنید. خب طبیعتا مدیتیشنتون به هم میریزه، تمرکزتون به هم میریزه، نمیتونه کیفیت خوبی داشته باشه. ولی اگر فضای زندگیتون جوری هستش که دسترسی به یک باغ دارید، دسترسی به یک باغچه دارید و صدای طبیعت فقط در اون هست، میتونه جای مناسبی برای مدیتیشن شما باشه. برای انجام این مدیتیشن نیاز به این دارید که از موزیک هم استفاده بکنید و این موزیک رو من برای شما ارسال میکنم که بخواید با گوش کردن به این موزیک کیفیت مدیتیشن خودتون رو بالا ببرید. 4 زانو میشینید، حالت لوتوس عادی میشینید، دست هاتون رو بذارید روی زانوهاتون و کف دست هاتون به صورت حدوداً نیمه باز به طرف بالا قرار بگیره. نیاز نیست کف دستتون رو خیلی صاف و محکم باز کنید. خیلی ریلکس و راحت باشه، دستتون در حالت عادی مثل حالت نیایش روی زانوهاتون قرار بگیره. سعی کنید دستاتون از قسمت آرنج خم نشه، صاف و کشیده. پاهاتون رو که زیر خودتون جمع کردید الزامی نداره که حتما کف پاهاتون هم به طرف بالا قرار بگیره. اگر میتونید این کار رو انجام بدید، راحت هست براتون انجام دادنش، میتونید انجام بدید. اگر نه نیازی نیست، همونجوری راحت به صورت عادی بنشینید. دیگه توصیه نمی کنم مجددا که ستون فقرات باید حتما صاف و کشیده باشه. یک بار توضیح دادم کامل، عرض کردم تحت هر شرایطی تمام مدیتیشن های نشسته شما باید ستون فقراتتون صاف و کشیده باشه تا جریان انرژی به صورت عمود در بدن شما جاری بشه و رفت آمد انرژی به راحتی در بدنتون